وقتی آن رسید است که انتقام قاتلان راهبرمان مراد سردار را از نجیب و یگیج ستانیم. هر دوی آنها باید کشته شوند. در اینجا سند اعدام است. این را با کامera نگاه کرده میخونی. همه مردم بینند تا درس عبرت گیرند. همه بینند که بر مقابل ما ایستادن چی بوده است. از آنه که من این را بخوانم بهتر است که در اینجا همراه دخترم بمیریم. حالا همین طور. اگر حاضر من در پیش چشمت گلوی دخترت را برم او در همینجا جان کندن گیرد و تو این را نمیخوانی ها؟ نه نخواندی گفتن نشانه سر سینگی نمیدهند. من باشم به حق آدم بی‌رحمم. دخترم را سرده. اگر قصاص گرفتنی باشد از من گیره. اینجا داد و گریف نیست. یا همین نوشته مرا میخونی یا از عقیب مرده دخترت یاسین میخونی. یه چیز نمیخوانم. اگر خونی هم تو را میکشم. پس من با ذوق خواهم خواند. نجیب یلماز بیچاره سردار شعبه مدد دولتی ترکیه. یلماز طبق شورای محکمه آزاد تشکیل شده خلق درباره کشتار مراد سرداری حزب سوسیالیستی آزادیخواه گناهکار دانسته می شود. گناهش را اعتراف کرده است. از این رو در محکمه در نزد قانون جزا داده می شود. زنده باد حکم کردستان آزاد. گیرید ثبت ویدیو را به شعبه مدد روان کنید. همه اشون ببینن که نجیب سردار در کدام حال است. تو به این سخنهای دختر باوری داری؟ یا یگان کسان را به گوشت میخواند؟ و ادای وظیفه میکنی و من باشد تو از یک لخته که بی صفت بیش نیستی و کاری از دستت نمیآید. خود به خود از خود کم چیزهایی که نمیبافی و مثل تو دخترها زیادند. بهتر میشد که از خواب بیدار میشدی. نجیب سردار در اینجا با تو در مسئله تقدیر ملت بحث نمیکنم. روزش قیامت میبینی که خواب میبیند و که حقیقت رو میبیند. فهمیدی؟ در این من شبهه ندارم. آخر چی خیل؟ چرا این دو شده است؟ دیوانه میشوم. یا خدا ابا هنر اقلا چهرهایشان را ندیدی؟ نمیدونم آخر مجبوری به موشی سوار کرده بردن. اکایگی التماس دادم رو یا بید. تو یگان ذره خاطر مشو. پدرت خودش تنها همه آنها را مغلوب می کند. کنی به من نگاه کن. فقط گریه مکن. آرام. پدر تو از شیردلان وطن است. تو هم پسر او هستی. اگر تو را با چشم گریان بیند خوب نمی شود. مرد باش. دشمنان را خرسند مکن. معلش اکایگیت. آفرین شیر بچه یمک. من رفته از ثبت امنیتی فروشگاه مرکزی رو از نظر گذارونم. شاید یگون چه پیدا شد. خدایا من رو از این بلاها نگه دار. خدایا میترسم که یگون سخنی ناجا نگویم. خدایا التجا میکنم که باری که برداشته نمیتوانم بار نکن. گیرید اینها را از اینجا. دادا التماس یردم کن. دخترم را سرده گفتم. با من گپ زنید. اگر مرد باشی با کودک دست نرسان. رقم اعدام 6079. نجیب یلماز و دخترش اعدام می شوند. نام دخترش چی بود؟ نام دخترم نوربانو سلطان. من اکنون بچه هایت را بگو که سلاحشان را پتویند. اگر حرکت بیجا کنند جا به جا میپرانند. مجبور میشوید که به خودتان راهبری نو پیدا کنید. سلاحاتون را پتوید. دادا بید روه. دخترم تو زود دو. نه دادا من بیشمون نمیروم. زود رفته با اکیگیت خبر ده.
شد؟ یگان خبر هست؟ شنیدم زمان زود دویده اومدم. نه یگان خبر نیست. چی خبر نیست؟ آنها کارو خوب میدونن جورا جان. نه ثبتی هست و نه دیگر چیز. سرکمیسر، ایدون کسی در اینجا پرتفته است. این چیست؟ کی فرستاد؟ نمیدونم، سردار نجیب نیست، به شما آورده. مایلش میتوانی روی. این چیز جورا جان؟ باز چی نغمه نو؟ نمیدونم، کو ببینیم. قربانو با تو میگویم بیا از اینجا. داداش ما چیکار میکنه؟ رال کوی زودویان. زود رفته خبر ده. سردارم حالا هم قانون و حقوق میگویی. سلاحت را برآروزن در سرشان تا اینکه دوباره نخیزند. بی حیاها چی کارهایی که نمیکنند؟ شما چرا ایستادید؟ روید، پرسید، کوبید یا نداخل؟ اوجا دادم چه گناه کرده باشد؟ بچم پدرت گناه نداره، برای همین احوالش بد است. اگر به سب نگریم گویا که مرادی پلید را نجیب سردار کشته باشد. کسی که کشته باشد از پی همان میشوند. سردار وقتی که رسید مراد که مرده بود. نه آنها نجیب سردار رو زنده نمیمونند. باش کن خیری، فرصت تو هم میرسد. وقتی تو هم نزدیک است. با جای اون که تروریستان را دستگیر کنید خودتون به خودتون جنجال دارید. مگر در شأن شما عیب نیست؟ شرم دارید. سرکمیسر نادرست فهمیدم. من فهمیدم تو پروا نکن. حالا هم جنجال دارید. چه با این جنجالتون رفته اکای نجیب را پیدا میکنید؟ یگید من با تویم. رسیلان بیشرف، کاش که من را میربودید و همه‌تان را چون خر نعل میزدم. سگان حرامی. جورا جان، حاضر وقتی عصبانی شدن نیست. فوراً کاری باید کرد. خیر بکن یگان کاری جورا جان. من رابطه های کونه رو یک کوبم. ای خدا. همه‌تون به این طرف گذارید. به این طرف گذارید. پشتتان را گردانید. هرچی گوید اجرا کنید. رفتیم. زود دختر رو رفته یابه. داو احمق نیست. هر دویتون رو میکشم. دختر رو در پیشی چشمان پاره میکنم و تو تماشا خواهی کرد نجیب سردار. فهمیدی مرا؟ با اون طرف رو. نیست. یاریده مددم کنه. یاریده چیست میگویم؟ کجا میگوید ایست؟ خدا کورت کند.
مبادا با دختر یگون کاری بد نکنده. عمر لبه ببین. رقم پلیس رو گیر و پلیس زنگ زن. رقم پلیس چند است؟ نمیدونم. 155 کنی زنگ زن. به ناموسو کی باشنده؟ مرحمت بیبی. الو؟ با همه شیوه های منطقه در رابطه باشید. خبری کوچک هم باشد تحت سنجش بگیرید و عمل بکنید. تمام؟ ایتو از سرکمیسر زود باشید. جورا جان، کمتر پیش پیرزن زنگ زده گفت که دختری 15-16 ساله رو به طور مجبوری به سمت برده ایستاده. گفته هایش با نوربانو رسم میآید. نشانش رو گرفتیم. چرا انتظار داریم؟ رفتیم. چی شد؟ یکی در هیجان افتیدی؟ نجیب سردار فکر کرده که از دستمون با آسانی رها میابی ها؟ معلوم است که در ترس و هراس هستی. بیشتر از ترس نفس کشیده نمیتوانستی. به تشویش باشه. چاره‌تان رو من حتما میبینم. سرده میگم سرده. چی؟ نتوانستم دادا. گیره نکن دخترم. خواطر نشو ما خلاص میشویم. اونها رو دیدید؟ نمودشون چخیل بود؟ با خدا نمیدونم بچم. نمودش مثل روزن ها بود. سرکمیسر اومد. سلام علیکم. سلام علیکم. سرکمیسر یگید. خاله که خبر داد همین است؟ بله سرکمیسر. دختری دیده‌تون همین بودنش ممکن؟ گفتم که نمیدونم اما خیلی مانندی دارد. درست‌تر نگاه کنید خاله جان. التجا میکنم با دقت نگاه کنید. مانند خودشان همین بود. تشکر بچه جان، خیلی یاردم کردید. گوش کن. زود اطراف را گفتگو کنید. یگان سوراخی را از نظر دور نمانید. ایتو از سرکمیسر. تشکر خاله جان. سلامت باشید. آقای دکتر، احوالش چخیل؟ بخیر است. عین حال در حالت بیهوشی می باشد. خدا شفا دهد. آقای فاروق، فیفی زنده است، نمرده است. حالا در بیمارخانه. سگ جان بوده است. یگان جان رو میآیم. کبوتر من میبرایم. با کجا آقای فاروق؟ با کشتن فیفی. تا امروز یگان کارانیم کارا نکرده بودم. این رو هم انجام میدهم. شما نروید. وضعیت کمی ناآرام است. بهترش یگان کس را روان کنید. نمیشود. با دست خودم قتلش نکنم خوابم نمیبرد. کبوتر وگرنه خوابم میپرد. دوستان یگان معلوماتی هست؟ نه حالا دیگر کسی ندیده است و نشنیده است. تا یافتنمان عملیات را دوام میدهیم. در شما چه خبر؟ خبری نیست. شما هر دو بیرون را نظارت کنید. روید. چه شد نجیب سردار؟ کمی خاکستری آتش داشتی. خاموش شد. چی که نگوی از من خلاصی نداری؟ خلاصی نداری میفهمی؟ خاموش است. اما اکنون بگوی که من خواهینم از نام حکومت کشور بخشش میپرسم. گپ زن. ما عذر را از مظلوم میپرسیم نه اینکه از ظالم. بگو. وگرنه سر دخترت را پاره میکنم.
بفهم ما در خود نیروی داریم که شما بر اینها هرگز سرفهمیانه نمیروید. احمق چیها میگویی؟ چیها میگویی؟ احمق نگو احمق. نامم را نمیدانی یکگو حیوان بشاه. هر دویتون رو با نیت قربان کشم بعد میفهمه. من و دخترم آماده ایم که جان و خون و سرمان را فدا کنیم. در اینجا بمیریم هم در آنجا زنده خواهیم شد. آنچه که از دستتان نمیآید بیهوده نگویید. فیفی تو نمرده ای ها؟ حاضر در خوابت حس نمی کنی که چه خیل میمونی. فقط این کار را نکن فرخ. سردارم شما؟ کوشش کشتن دخترم را نکن. از روزی که از مکتب حربی رانده شد و مثل دخترم است. آخر سردار مرا او فروخت، خیانت کرد. چی گفت؟ اول کدامت رو کشم؟ دخترت رو و یا خودت رو؟ ها؟ نه اول دخترت رو میکشم. بهترش نجیب سردار خودت بگوی کی رو کشم؟ ها؟ اول کی رو کشم؟ ها؟ خودت گوی؟ باسا سابلا قربانو پلیس بیمی سردارم. دادا خوب هستی؟ خوبم دخترم نترس. فیفی اصلا چون این کار نمی کند. در وقتش من خیلی سنجیدم. برای فروختن بسیار امکانیت ها داشت. با غیر از خودش چیزی را نمی فروشد. سردار پولها از ماشین او پیدا شدند. معلوم می شود که کسی شما را بازی دارنده است. من به فیفی کفیلم. تو فرخ؟ نترس دخترم نترس. فرخ برای حضور پرسی آمده است. اوزر احمق قریب مرا کشته بودی. یک نافهمی شده گذشت. فرخ در سر قهر و غضب چنین کرده است. حاضر خیلی پشیمان است. همین خیلی نه فرخ؟ بله سردار، خیلی پشیمانم فیفی. دخترم تو هم از گناهش گذر. دیگر تکرار نمی شود. چی گفتی فرخ؟ نمی شود سردار. دیگر نشود. سلامتی دادم چی خیلی است؟ سردارم تیر کمی رسیده گذاشته است. درد دارد؟ کمتر. خدا رو شکر من بسیار ترسیدم. نوربانو تیر با پدر تو تاثیر نمی کند. اگر تنی اوهانی رو تیر کارا می کند. نترس دخترم همش گذشت. دختر جون یکی کجاست؟ سردارم از اخیر فیرت گفتنی احمق رفت.
بانو دادا دخترم دادا خوب هستی من هم خوبم زنه خوبم از مهربانیت می‌ندارم با تو عادت کردیم برای دخترم ترسیدم میریم دو یکی در کجاست؟ یکیشون گریخت از پی او رفت. نه دستگیر کردن نمیتواند. انا اومد. چی شد؟ از دستت گریخت؟ متاسفانه گریخت سردارم. من نگفته بودم با این شکمی کلام دستگیر کردن نمیتواند. رهنا اوچا اگر دادم رو میدیدی مثل شیر بود. دیدن نمیخواهم جانم را بلب میارم. سردارم احوالتان چخیل؟ نجیب خودت را چخیل حس میکنی؟ خوبم تیر رسیده گذشت نترسید خطر ندارد شکر که زنده اند. آقای کبوتر دخترتون اومد. پدر جان انا آمدم. دخترم ملیکه خوش آمدی. پدر برایتون چی شده است؟ هیچ چیز نشده است. گفتی که هفته آینده می آیم. مسئله فاتحه رو که گفتید زود پریده آمدم. خودش چی گفت پدر؟ از من نپرسیده فاتحه میکنید؟ دخترم بعد گپ میزنیم. اول کمی استراحت کن خستگیت رفع شود. اول گپ میزنیم بعد استراحت میکنم پدر جان. فاروق رو میشناسی؟ خیلی شد که تو با او معقول شده ای. وی راهبری من است. پدر این گپاتون همش بهانه است. خواهش میکنم با کارهاتون مرا همراه نکنید. دخترم فکر نادرست مکن. آقای فاروق دارا و با اعتبار است. شخص قدرتمند است. همه خواهشت را اجرا میکند. بهترش با هم خوراخوری روید. خیلی شد که یکدیگر را ندیده اید. خوراخوری؟ پدر مرا نخندانید. دخترم اینقدر یک روی نکن. اوف پدر سخنهای عجیب دارید. این خیلی نمیشود. میشود. حتی اصل برین من با آقای فاروق زنگ زده میگویم. چند وقت صدقه نداده ایم به خدا با آسانی رها یافتند. البته دخترم هنر صدقه خورد هم بلای بزرگ را رفع می کند. صدقه را کم و زیاد نبینید. هرچی از دستتون آید کنید. یعقوب پدر بلای سری ما کم شوی ندارد. برعکس زیاد. دخترم هممون در امتحان دنیا قرار داریم. خداوند دوست داشتهش را امتحان می کند. چهره فانی دنیا را نشان می دهد. دوست داشتن دنیا خطاگی بزرگ است. در اصل آنهایی ترسند که نیاز به چیزی ندارند. کسی خدا را فراموش کند خدا هم او را فراموش می کند. انشاءالله چنین است یعقوب پدر. انشاءالله. اپای هنر من یک چای گرم بیارم. اکا یوسف من میارم. کنی پیشت رو نگاه کن. برای اکای نجیب بهونه خوب یافت شد. اکنون یک هفته در خانه میمونند. یافتی آدمی خانشینت را. او را فقط مرگ نگاه میدارد. یک زنگ تلفن شود تمام وطن را او خلاص میکند. دیگر کسی نیست. اکای نجیب در کجایند؟ در بالای استراحت دارد. مرحمت. تشکر. گفتید و قهرمان هم آمد. خوش آمدید. یگان جشن دارید؟ خوش آمدید یعقوب پدر. خوش باشی پسرم. این واقعه را شنیده با یوسف به زیارتت آمدیم.
خداوند شفا دهد. نجیب سر و لباس شهیبه بر کرده ای به مثل که بیرون میبرویی. با که نجیب یک ساعت استراحت بس است. یعقوب پدر مرا ببخش، رفتنم لازم. خدا نگهباند. نجیب در نزد مهمون ها زبانم را نخور. گوش کن، آن مرد گریخته است. همه در شعبه انتظار است. حاضر وقت استراحت نیست. اگر آن مرد دستگیر نشود ببخشید. خدایا توبه، گویا که به دیوار گپ زدم. نجیب انیق قوچن زدن رو رفتن نمیموند. انیق قوچن این دفعه سخت یک روی میکند. بیا شرط میکنیم. بایداده شیرینی میگیری. مالش رفتیم. نجیب از برای خدا گوش کن، این چقدر دوام میکنه. تا دم کرششان را نیست نکنیم. بچه‌ام را دزدیدن، حلیمه رو کشتن، تیمور رو کشتن، نوربانو رو دزدیدن. بیزار شدم، طاقتم نماند. البته من هم میخوام که در خانه با شما باشم. وقتی آیله دار شوی من صاحب دکان نبودم. پلیس بودنم رو میدونستی که آخر شب و روزم یک بود. التماس نرو کنم، میترسم باز یکان کاری بد میشود. آخر من هم چی کنم؟ اگر دانم که از خانه برای مرا به قتل میرسونم، اما باز میبرم. میدانی برای چی؟ برای شما. چی خبر کبوتر؟ سردار به شما مژده خوش دارم. دخترم ملکه یعنی همسر آینده تون امروز آمده است. ای خیریته. صحبت شما را به صبرانه انتظار است. پس با او امروز یک جای شام میخوریم. بگو در طرف خانه این گلماهی پس از 1 ساعت. پس از 1 ساعت. نه پس از 2 ساعت. با جان و دل آقای فروخ. من با آقای فروخ گپ زدم. از آمدن از شاد شد. میخواهد که ضیافت دهد. کی پدر؟ خودی امروز تو را در طرف خانه گلماهی انتظار می شود. می روی دخترم؟ با شما چی گویم نگویم کاری خودتون را میکنید، اما آگاه میکنم خواستی شما نمی شود پدر، فهمیدید؟ خوب من رفتم. تو دختری خوب هستی، اینطور نگوی. حالا که تو نو آمدی حاضر به کجا می روی؟ با جای کارم می روم. چه خیل کار؟ چه کار بوده است؟ در وقتی در امریکا بودنم با شما تاکید کرده بودم که در بخچه بچه ها مربیه می شوم. خدایا توبه. تو با بخچه چی کار داری؟ کاری میخواستد را میابم. در شرکت دلخواهد مدیر شو و یا در روزنامه مخبیر، حتی خواهی وکیل مردمی شو. تو با بچه های افلاس مردم عادی چی کار داری؟ فعل دخترتون رو فراموش کرده اید. نمیخواهم که از حساب شما زندگی کنم. خودم رو سرشته کرده میتوانم. خیر من رفتم. ماشینتون رو میگیرم. ملکه 1 دقیقه. با این دیوانه چی کار میکنم؟ باغچه بوده است. این دختر به سرم بلا میآورد. سلام سردار. شکر که شما را سلامت ببینم. سردارم شما استراحت نکردید؟ حالا وقتی استراحت کردن نیست. وقتی که مردیم با سری استراحت کن. حالا باشد همه را با مجلس دعوت کن. یگید همینجاست؟ نه سردار. دعوت کنید. شما بالا براید، من خودم زنگ میزنم. اطاعت سردار. خدایا همین زنگ تلفن نمیرسید. لبه سردارم. در کجایی؟ مجلس داریم، زود بیا. سردارم فاتحه را مانده میآیم. به مربیش میدهم و زود میآیم. زود بیا، انتظار میشویم.
اطاعت سردارم. البته زود میآیم. آهسته تر آخی. مگر آهسته رفتن نمیتوانستی؟ همه را پراکنده کردی؟ مرا ببخشید. آرام بچه‌جان آرام. اپات کمی سراسیمه شد. یک بار با ما برخورد. مرا ببخشید. خواهش میکنم. من گناهکارم. خیریت که ماشین نمیراندی. با این خیلی سراسیمگی به یگان صدمه و یگان جنایت دست میزدی. ببخشید گناهکارم. من سراسیمم. باید روم. آرام شو بچه جان. تلفن هم پاره شد. کاری کردهش را ببین. خوش آمدید. آیلین خانم سلام. من ملیکه. من به شما از امریکا زنگ زده بودم. بله خوش آمدید. در وقتش آمدید. ما هم انتظار بودیم. خیلی بر وقت آمدم. بعضی کمبودی ها هست باید حل و فصل کنم. حجت هم رو سنجیده بر اومدید. ترجمه حالی خوبی داشتید. استنفورد رو علو ختم کردید. باز نامزدی علم. اما چی؟ همه اینها نه آنقدر مهم است. مهمتر توصیه دهنده هایتان هست. آنها تاثیر جدیدتر دارند. فهمانده توانستم یا نه؟ بله خیلی نقص فهمیدم. یعنی من میتوانم با شما کار کردن افتخاری ماست. کار رو از پگاه سر میکنم. بس بودگیست بس. هر کسی را خواهند میکشند. هر کسی را خواهند اسیر میگیرند. تا کی دوام میکند؟ چی دولت را به صاحب گمان کردن مگر؟ ممدو لباس سردار. از این پس هر کدامشان را میخواهم زیر نظارت گیریم. کجا میگردن؟ چیکار میکنن؟ دانستن میخواهم. فهمیدم سردار. کسی بیکار نمیستد. امکانیت های در دست بوده را تا آخر استفاده میبریم. و همتان میگویم گذشته چین. بخیر است؟ چه گپ شده است؟ هیچ وقت چوینش رو ندیده ای؟ از مرکز فرودگاه فاروق زنگ زد. مرا به قتل محکوم کرده است. مخصوص زنگ زد. میخواهم که فاروق در پس پنجره باشد. کجا که باشد ما را حتما باید یابیم. فهمیدید؟ حتما باید یابیم. سردارم با چنین سخنها گویا جانم را میگیرید. هممون پراکنده شده. فاروق را مییابیم. همه جا رو نقطه به نقطه میکوبیم سردار. من مییابم سردارم. چکل مییابی؟ تنها با اصولهای خودم. کارهای غیر قانونی را نمیخواهم. فاروق را مییابیم. گفته کارهای غیر قانونی نکن. ما آدمان قانونیم. از چارچوبه نمیبریم. من هم میروم سردار. رفته پرسجو کنم. بسیار خوب. شما از من خبر انتظار شوید. زنگ میزنم لیکن با چه؟ تلفنم خراب شد. بچه ها تلفن ایجاداتی کی دارد؟ این رو گیرو با من تشکر گوی. بده نیازی این چقدر تلفن است؟ کمی کنش است. این چقدر تلفن است؟ در داخلش مواد ترکنده نداشته باشد. جورجون این از تلفن هایی که قوه بر نمیگیرند از همان است. دشواری رو فراموش نکن. مانید بشر رو مسخره نکنید. کارتان رو بینید. من از آقای سوهای اجازت دستگیر کنی فاروق را میگیرم. مالش سردار. از پای کارتان شوید. فهمیدم سردارم. خوب شما عزیز تمام. هم از عقب کارش. بین چه بازیچه خوش روی؟ ببخشید خانم. کمی بیشتر با جنابی برخوردم. سرازیمه که بودم عذری پوره پرسیده نتوانستم. سرکمی سریگید؟ نامش رو نمیدونم. با او برخوردی. من هم شما رو دیدم. پدری فوته؟ نمیدونم. شاید به شما عجیب نماید لیکن سراغ خونش رو داده میتوانید. گوش کن. نصف پول را برای میدان اسب تازی استفاده میبریم. این را به فیفی و انا این را به کیلش کمال رسانید. او هم حق دارد. البته آقای فاروق. انگشترین فرموده‌تان را آوردند. از همه گرانش را گرفتید؟ بله همچنان که فرمودید.
خب همسری آینده انتظار نشود. بیا برایم. یک روی سردار نمی بود مسئله در همین جا حل خود را می یافت. بخیر است نجیب؟ کدام شمال ها آورد؟ برای دیده بر آمدن مسئله ناراحت میکنم. ببخشید. گبزن یگید. فرخ را یافتم. امر دستگیر کنی آماده است. حاضر نزد پروکرور نشستم. زنگت میزنم. محترم پروکرور، دیروز یکشان تروریستان من و دخترم را بودند. راهبرشان فرار کرد متاسفانه. لیکن در عقب کار فرخ نام شخصی است. شنیدم، اما نسبتش یگان دلیل شیعی نداریم. دیروز فرخ پیش از بودن زنگ زده بود. از شما امر دستگیر کردن او را میخواهم. با چه عیب دار میکنی؟ برای تشبوس در آدم ربایی؟ بله. فرض کردیم در دست ثبت تلفنی هست. گفته است که من تشکیل کردم. گوش کن، اینها تاجران مشهور. دستگیر که کردی گپ زیاد می شود. فرض کردیم به شعبه آوردی. یگان دلیل کفایه نداری. برای عیب میده شده ادوکت ها دارند. کفالت می دهند البته. با این کار حل نمی شود. بهترش دلیل یافته بعد خواهش کنید. بین هم نزدیکیم. یافتن من برایتان مشکل نیست. آخر آقای سوها آشکارا گپ میزنم. شخصی عیبدار شونده تاجری مشهور. توصیه میدیم که به کارهای کلان دست نزن. آخر شکر کن که نجات یافتی. میفهمی؟ یعنی از دنبالشان نشوم، وانمود کنیم که کاری نشده است؟ گفتم که اگر دلیل شیعی پیدا شد میبینیم. حاضر از دستم کاری نمی آید. اجازه ده تلفن هایشان را گوش کنیم. گوش کردن تلفن ها را اجازه دادند. من شخصا مقابلم. او که با خبر شاید با کمیته حقوق بشری اروپا عرض می کند. خودت میدانی حقوق مردم اروپا را. من باید به مجلس روم. سخن آخری نتان همین؟ با اجازت شما. بیچاره نجیب، دان که خود شدنت شرط است. کارت را کن، معاشت را گیر، حیاتت را پیش بر. خوش آمدید. ما رو شاد کردید آقای فرخ. خوش باشید. همه چیز تیار است؟ یگان کمبودی نیست؟ همه چیز آقای فرخ موافق فرموده‌تان با شم و موسیقی. خوراک های طعم دلی شما آماده. شرابی فرمودم را آورده؟ بهترینش فرانسوی. شیشه‌اش $1200. مسئله پول آسان. سردارم، اجازه دستگیر کنی را گرفتید؟ نه. آقای سوها دیگر خط کشید نداد. مرا هم از پیش کردن بدتر کرد. ای خدا سردارم، آخر این کار دابکی دوام میکند. از برای خدا آخر گویید. والله که دیوانه میشوم. قانون میگوید، میلش میگوییم، انا به شما قانون. چرا اجازت نمیدهد؟ نفهمیدم. آخر نمیدهد. تو فرخ را چه گرفتی؟
خیر یافتیم ولی چی شد؟ سردارم درای دو پرانید سلاح را به من دهید من پراندم میگویم چند ساله باشد میشینم من کردم میگویم آخر سردارم اگر ما دیر کنیم آنها فلاکت های زیاده را به سری مردم میارند بیایید عمل کنیم سردارم اوه جورا جون شما موج تلویزیون رو باز دیگر بعد دیر میشه با جورا جان اگر چونین کنید پس از اونها فرقی نداریم ما سیاهکارانیم یا پلیس چونین حرفایی میگویی که در سری فاروق میپرانده است گویا میدان تیرپرانی باشه مثل همیشه کاری همیشه سردارم اگر به نوربانو یگان واقعی رخ میداد بعد چی میشد سردارم اگر ما عقب نشینی کنیم آنها آدم دزدی کردن میگیرند ما فقط تماشا میکنیم و داد و وای میگوییم خوش آمدی ملکه شادم که تشریف آوردی تشویش نکش من زیاد نمیستم اما این تیاری به خاطر تو انجام شده است فکر میکنم نادیده نمیگیری پس در نوازت خواهش میکنم چی گفتی نشونیدم فروخ اما این به خاطر چیست همه اینها معنای آغاز زندگی آینده من رو میفهماند نخواد یک جویه آینده امان رو ماند این گپ ها رو بین خود جنجال نکنید بیا رفتیم نه تا اینجا که آمدیم یک دو سخن به فاروق میگویم فهمد که دنبالش هستیم چی میگوید سردارم؟ میگوید که برادرم فاروق این کارت خوب نیست التماس این کارا نکن من خفه میشم فاروق کشاد روشن ما را مسخره میکند او تاجری با آبروی دولتی بود ما پلیس قطاریم بینمان فرق خیلی زیاد است بس بوده که سیگید اگر که وظیفه رو باور نکنی ترکش کن همین خیلی بایدش نباشد با اجازت شما محبت شما کم نگردد ای جورا جان کجا؟ ما رود به حرمتی بد کرد از چهارچوبه برآمد من هم فاروق را یک زیارت کنم من فکر میکنم که در آینده هر دویمون خوشبخت میشویم این قدم اولین است میخواهم که با هم خانه‌دار شویم میبخشید ممکن نیست بسیار نمیستم تنها با همان مرد یک دو سخن دارم اوه برادر اوگای این چه خرسندی است واقعی به سرت آمده را شنیدم خیریت که به بلا رها یافتی من خلاص شدم اما تو خلاص نمیشوی شناس کنم ناظر یکم امنیت آقای نجیب و مثل نامش خودش هم آدمی نجیب این کس آقای فاروق قانونگریز ارشدی گوش کن مرا ناراحت نکرده از اینجا دفع شو میدانی که کمتر پیش کجا بودم در پروکراتورا دعا کن که حال حاضر قانون حفظت میکنم وگرنه دستانت را نبسته نمیبرم تاجر هستم و با شرفانه کار میکنم شرف؟ شرف در تو چی میکابد؟ در تو ذره شرف نیست اگر شرف میداشتی چون مرد مبارزه میبودی با تروریستان زبانیه کرده به زن و فرزندم دست دراز نمیکردی گذراندی برادر نگفته همینجا نیستت میکنم کنی بینم آن وقت را مرد میگویم جوان مردت میگویم حاضر وقت این گپ نیست راحتم را ویران نکن سخنت تمام شده باشد رفتن گیر از این پس نفسم را در هر قدمت حس میکنی هر قدمت هر نفست هر لقمه خورده تحت نظارت است حتما به دستم میافتی خر را نزده باشم هم زینش را خوب زدم
بس کن جیغ را. دفع از اینجا. گم شو. با کجا می روی؟ با تو چی فرق دارد؟ شین اینجا. به هیچ کجا نمی روی. تو در فاتحه من هستی. ببخشید فرخ، من با عکس مرد ارزو داشتم می نگرم. باید به شما بین عکس ها فرق زیاد هست. تو چی گفتنی هستی؟ گفتنی هستم که مردی که از یک پلیس گپ می شنود شوهر من شده نمی تواند. ملیکه مرا اینجا گذاشته چه خیل می روی؟ خیلی زیبا می روم. رفترم رو تماشا کن. عجیب کشتنی تو در گردنم قرص شد. زود خیری را یابید. زودتر. آقای فروخ، مرا تعجیلا دیدن خواستید؟ خیری اینا به کار گوش کن. دو طرفه کار کرده ایستاده ای. فیفی مرا نفروخته است. به دام افتاندند. اکا قربانتون شما میستید. گیرید سلاح رو. به من یگید گفت که این پولها از ماشین فیفی یافت شد. من هم باور کردم. اگر مرا فریب کنی دو پارت میکنم. بعد میفهمی دو طرفه بازی کردن چیست. نه اکا، هرگز این خیل نمیکنم. نجیب و یگید را میخواهم. در حال لازم شود هر دشت در شو بکش. من انتظار میشوم. اکا روی آسانش هست. دام تیار کرده نیستشون میکنم. چه خیل دام بوده است؟ اکا آنها فیره سردار رو تا حال نیافتند. یک خبری دروغ میگوییم. برای مثال نام یگان جای رو خبر داده. همانجا نیستشون میکنیم. آنها که آمدن میدانم چی کنم. می آمده باشم. اگر نجیب این خبر رو شنیده نهایت من آدم نباشم. به این هم میدانم آدم نیستی. زود راه نباشد. طاقت کن. اما اکنون کار رنگ دیگر گرفت. کار برعکس شد. همینطور نه؟ تو شرم نمیکنی که بر سر یک دخترکی بیگناه سلاح میمانی؟ دخترکی بیگناه را میدوزدی هم به شرف؟ مرا سرده. التماس مرا سرده. از دیشب در همین جایم مردم آخر. چی که خواهی میدیم. التماس سرده مرا. سرده میگم. سرده جانت را میخوام. التماس مرا سرده. سرده مرا. سرده. در سریشتم کمی رحم بود. آن را همراه همسرم به خاک سپاریدم. به شما رحم نه. وقتی نشان دادن جهنم آمده است. چرا سردارم و دخترش را دزدیدید ها؟ چرا میگویم؟ سردارم کشته بود. ای ابله، سردارم هرگز چنین نمیکند. سردارم نمیکند. او تنها حقوق قانون را میداند. من کردم. من کشتم سردارت را. میفهمی؟ من کشتم آن پلید را. سرده مرا. التماس میکنم. همیشه شما چقدر که باشد من میکشم. اگر به تک 7 قبدی زمین درآید یا به 7 قبدی آسمان براید، همه اتان را یک یک مییابم و از همه اتان میپرسم. میفهمی؟ ابله احمق، فهمیدی مرا؟ فهمیدی؟ التماس سرده مرا. سرده میگم. حاضر گفتم را تکرار کن. من آدمی پست و رسوایم.
من آدمی پست و رسوایم. تکرار کن من آدمی پست و رسوایم. من آدمی پست و رسوایم. волкан инро ба утақи ман бар. сардор як хабари муҳим дорам. ба хайр аст хайрӣ? имрӯз хабаре шунидам ҳамон фират сардоре ки фирор карда буд ҳамеша ба юнон мегурехтааст. наход аз куҷо? сарчашма эътимоднок аст? бале эътимоднок аст сардор. аз соҳили тарабия мегурехтааст. мемду лабай сардор хайрӣ хабаре ба даст овардааст. фират гуфтани шахс ба юнон мегурехтааст. аз куҷо ва аз ки ин хабарро гирифтӣ? ҳозир вақти таҳлил кардани хабар нест. агар дуруст бошад ӯро баста меорем, агар не бе ин ҳам чизе аз даст намедиҳем. зуд бош мемду, чунки вақт меравад. сардорам саркомиссар йигитро хабар намедиҳем? имрӯзҳо каме нороҳат аст, ба ӯ нарасед. бояд ҳам халал мерасонад. шаб ҳама мебарояд, тайёр бошед. ин нақшаам нашуд. бо як тир дуфохтак мезанем гуфтем. акнун илоҷашро худам меёбам. من مردن میخواهم. مردن مرا سرده. من حق مردن دارم. تکرار کن. مردن میخواهم. مردن میخواهم. اگر گویم که کلمه گردم تو به این چیزها باور نداری، ولی اگر گویم که سرود خوان تو بلبل بر این میسرایی. بلبل بر این. پس چی گویم؟ تو سخنی آخرین داری ابله. سخنی آخرینت چیست؟ سخنی آخرین گپ زن. این تلفن هم وقتش را یافت. گپ زن خیره. سرکمیسر نجیب سردار با سرکمیسر ممدو عملیات میگذرانند. گفتم که به شما هم خبر دهم. چگونه عملیات بوده است؟ اویدی فیرت سردار خبر آمد. امشب از ساحل ترابیه به یونان میگریخته است. فیرت سردار؟ بله سرکمیسر. تروریستی که سردار و نوربانو را ربوده بود. نخود فیرت سردار به یونان میگریزد گوی؟ این را بینه؟ احمق مژدگانی ده. فیرت سردار امشب به یونان میگریخته است. خیره فهمان باز هم هیجانش بیشتر میشود. آخر گفتم که سرکمیسر تروریست میگریزد. شما نمیایید مگر؟ نه خیره، اگر میخواستند دعوت میکردند. معلوم بشود که لازم نیستم خیره. یعنی نمیایید؟ نه. خیر حالا همین طور من 1 ساعت است که تو را استنطاق میکنم و تو پنهانی از من نقشه ها میکشی ها؟ نقشه گریختن را میکشی ها؟ ابله گپ زن مش بچه ما خیری خبر داد. والله من کار نکردم. در اصل و خیری نباید باور کرد، ولی وای 1 قدم از تو پیشتر است. بله 1 قدم پیشتر. نکردم. آخر نقشه گریز داشته ای کن؟ حاضر خبر آمد. چیکار کنم تو را؟ گپ زن. من تو را در همینجا کشم یا اینکه در اونجا کشم؟ گپ زن. نه من تو را در همینجا میکشم. در همینجا. تو دیوانه ای چرا چنین کردی؟ بله دیوانم. اگر مرا چون گوسفند در بازار مال فروختنی باشید این کارتان نمی شود. پدر خطا میکنید. کسی را فروختنی نیست. برای تو بهترینش را میخواهم. از آقای فاروق بهترش را نمیابی. من به خودم شوهر نمیکوبم. شاید شما گفته ایستاده باشید. من با آقای فاروق چی میگویم؟ این مشکلی شماست. تشکر. این تلفن برای چی؟ خودت نداری مگر؟
برای دیگر کس از نفری باید بخشش پرسم. پدر با من اجازت باید روم. به هیچ کجا نمی روی. من سخنم را تمام نکردم. من تمام کردم. این کار نمی شود. نه خود این رو نفهمید. از جامدان برآمدن؟ بله آقای فروخ. این چیست؟ نمیدونم، لیکن این چیز از جامدان برآمد. آقای فروخ، همه حل شد. این شب نجیب با دستش به ساحل می رود. تنها یگیت نمی رود. معلش، برای من نجیب اول است. اول او را کشم، نوبت یگیت می آید. میدانی که این چیست؟ خبررسان پلیس استفاده میبرد برای هر گونه خبرها را شنیدن. کسی که این را گذاشته است یافته به ما خبر میدهی. آقای فروخ، من باید حتما از اینجا روم. تست غیب میزنم شبهه میکنن. معلش، تو برای ما لازمی. خیری، احتیاط شو. خوش آمدی کبوتر. خوش باشد آقای فروخ. برای یک چند سخن داشتم. چگونه گذاشتن دام را من به همه آنها میفهمانم. حلیمه، خیری موش را هم در بینشان مانده. تیر بارانشان میکنم. همش رو شنیدم، مرا ببخشید. کبوتر، این کار خوب نشد. قلبم را شکست. از همه بدی کار مرا حقیر شمارید. به جای دخترم خودم حضور میپرسم. آقای فروخ وی جوان است، با مرور زمان عادت میکنند. از دستم هر چی آید میکنم. خواطر نشوید، ملک از شماست. آقای فروخ، نشانزنی ماهر آمد. خوش آمدی. خوش باشد. امشب به تو کاری خوبی میدهم. کنی بینیم به تعریف میارزیده باشی. نام هدف نجیب ایلمز. بچه ها رسمش را به تو میدهند. پروا نکنید، سخی بودن شما را خوب میدونم. تو کار را خوب حل کن، پولش میشود. فکر میکنم مرا فراموش نکرده اید. آخر چقدر فراموش کنم؟ امروز در کودکستان برخوردیم گوییم، لیکن برخوردن گفتن خیلی کم است. راستی رفتار شما با اوباشی بیشتر مانند بود. عیبی من بود، ببخشید. نه، عیبی ندارد. تلفنتون به زمین افتیده شکست، نوش رو گرفتم. مرحمت گیرید. لازم نبود، شما زحمت کشیدید. ببخشید، نشانی مرا از کجا پیدا کردید؟ نشانیتان رو در کودکستان از مربیای فاتح گرفتم. بله بله. مادری فرزندتون زنی سرکار بوده است. مادرش سال گذشته وفات کرد. خدا مرا ببخشید، سوالی ناجا دادم. نه هیچ گم نه. در پیش در ایستاده اید. به درون دعوت کنم گویم، لیکن من هم شتاب دارم. ببخشید، وقتتون رو گرفتم. از این پس زود با میخوریم. امروز در کودکستانی فاتح کار رو سر کردم. همین طور. ببخشید، نامتان چی بود؟ ملکه، نام من؟ از شناسایی شدم. تا بازدید.
تشکر. یا خدایا چی شد به من؟ بخیر است انشالله. сардор саркомиссар йигитро даъват намекунем баъд ба амалиёт даъват накардед гуфта ҷанҷол мебардорад. бас кун хайрӣ, йигит намеояд то аз ман бахшиш напурсад. биё рафтем. хайрӣ, ту сари чамбарак шин. бо ҷону дил. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву иdoраву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. از این طرف گذار. هر دو شما از این طرف. تو پروندنی من کسی نپروند. فهمیدی؟ خوب شد است، خوب شد است. کی باشد؟ رفتیم. این کی بود؟ کجا گم شد؟ بازگم شد؟ سردارم آوازی تیر. بیاید رفتیم زودتر. شما به این طرف.
است. حاضر کار اساسی رو انجام میده. آدم گفتگی خودش پیدا شد. آوازی تیر از اینجا برآمد. دیدم سردار. میخواب پوش اونجا است. پیش از ما آمده است. تسلیم شو، ما پلیسیم. اطرافت احاطه است. سلاحت را پرتا. اگر سلاحم را میپرداختم پردایتان مرده بوده. این دامه بود برای کشتن شما. از کجا میدانی؟ تو کی هستی؟ این تیری نقرگی ممنون فهمیده. کسی که نباشه تسلیم شو. رفتیم. کجا گم شد این آدم؟ ایست! تسلیم شو! تسلیم شو! حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کاملجان سفر. به نقش‌ها آواز دادن فیروز پیمان، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمد موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکرو، زهره بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.